قسم اگر همین شب تا سحر درباره صفات دخترای پیغمبر گپ زنیم هیچ نمیمونه. مقصد دخترایی که شوهرها را دوست می داشتن، احترامشون را به جا می آوردن. اول بیبی زینب زنی امو ابوالعاص ابن ربیعه بود. خیش تبار شونه باز بیبی زینب. خوب فرزند دیمش رقیه نام داره. رقیه را حضرت با پسر ابولهب امکش داده بود. عتبه. عتبه ابن ابولهب. اصلا ابولهب نامش هم عبدالعزیز. دختر سیمش امی کلثوم نام داره. امی کلثوم در فرزند دیمی همو ابولهب داده بود. او را عتیبه میگن. عتبه و عتیبه هر دو همه مقصد که فرزندای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته بودند. زندگی خوب داشتند. اما وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم اسلام آشکار کرد و خدای تعالی امرش کرد که به انذر عشیرتک الاقربین بین به خبر خیش تمارای نزدیکتر، حضرت وقتی که پیغمبریش آشکار کرد و دعوت کرد، این بدبخت همین خیلی بغض و کینه داشت به ابولهب ملعون که اومد فرزندوش را مجبور کرد که زنوتون را سر بده. ولی هم بعد پدرای بی عقل بی فراست هستند برای اندک کار دفعش که سرش ده. بعد هم بیچاره بچه هم زنش بود دوست میداره، سرگردان حیران زنگ میزنن پدرمون نگوش کنیم چیکار کنیم، اگر همینجا اطاعت نکنیم حکمش چی میشه؟ و خیلی آدم بی اندیشه در کار که فرزند مجبور کنه که سر ده. تا ولی فکر نمیکنی چی میشه و عاقبت کار؟ فرزندای هم زنده یتیم میشوند، اولی هم در سری کی میغلطه. خب این بچه همین گناهگار با هم را شانس میتن. همین اگه اون شانس کش بتید مجبور نکه. اگر بسیار که نخواستی و ناراحت شدی بگو بچه‌م برای یه جو کوارتیر بگی قانون نده خاطر میذارن زندگی کردن بگی معقولت کی هست. افسوس صد افسوس که همین کارا نمیکنه. میبریم اول بعد در فکری پرگی میغلطیم که خود دیگه نمیشه. بو ما سه طلاقش کو مردک خیلی مردکی سه طلاقش کو و قط میکنن بعد در فکری پرگی میغلطن که دیگه نمیشه. خب وقتی که طلاق کرد اما فرزندای بدبختی ابولهب، حضرت عثمان خواستگاری اومد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم رقیه را به حضرت عثمان نکاح کرد. حضرت عثمان همراه زندگی میکرد و همون سفری که به حبشه کرده بودن که هجرت به حبشه، حضرت عثمان همراه زوجش رفته گیاد دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم خواست. صحابه بودن اون وقت البته ایمان آوردگی بود، مسلمان بود. حتی سرداری همو چیزا رفت، مهاجرایی که به حبشه رفته بودن حضرت عثمان همراه زوجش بود. در واقعه جنگ بدر، در همین جنگ بدر رقیه بیمار شد. حضرت عثمان در جنگ بدر شرکت کردگی نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت زن تنیگه همین که خطی زنت بشت. خب این پدرای باق نیکن میشه. رئیس یاجوی سر باشه تا قیاف میشه و یا تیگه شمی تیمور. تری بی عقلی رو داریم نه؟ عثمان در جنگ بدر شرکت نکرد، از همراه زوجش بود. در نبودن پیامبر صلی الله علیه و سلم رقیه وفات کرد. وقتی که عیده گذشت، اولی هم مردم عیده میپویند. که عیده میپویند؟ اگر به شرطی که مثلا اگر قصد کنه که یکون محرمی زنی خچه بگیره، زنی مردگی شه، حتما 4 ماه و 10 روز باید صبر کنه تا زمانی که عیده بگذره. عیده مقصد هم میته. انا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ام کلثوم با نکاح کرده حضرت عثمان. به همین خاطر حضرت عثمان ذینورین میگن. عثمان ذینورین همین خاطر میگنش. صاحب دو نور، دو مراتب داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ام کلثوم هم در همین نکاح حضرت عثمان از دنیا گذشته است. پیغمبر خدا گفت یا عثمان به خدا قسم گفت اگر دختری به شوهر می داشتم با می دادم. اگر میشی یگان دختری فقط همین بیبی فاطمه مونده بود. آخه بیبی فاطمه شوهر داشت. بیبی فاطمه دختری خوردی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت به نهایت دوستش می داشت. در سال 2 هجری در مدینه منوره حضرت بیبی فاطمه را به علی داد. علاقه سال 2 هجری دولت اسلامی تشکیل شده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم پیغمبر است هم
امام پادشاه هم پادشاه بگیم دینی هست هم پادشاه دنیوی. اما حضرت علی میگه جهز رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه فی خمیل و قربه و وسادت عدم حشوها من اسخیر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه برای بیبی فاطمه همگی همین سه چیز جهاز داده بود. خمیل چودر که زنو در سرشون میکشن و یک مشک برای آبگیری و یک بولشت از پوستی بره در درونش اسخیر میگن یک گیاه هست همون را پر کردین. او وقت ایگی جا پخته بوده ایگی جا پر میافتنه اینم یک گیاه هم میگرفتن جمع میکردن در مقصد در بولشت همون را میموندن برای تایشر اندک ملایمتر همون گیاه. انا اولی قاضی عیاض در کتاب شفاش آورده است. انا میگه که بعضی چیزای دیگر هم داشت بیبی فاطمه از خودش، از جمله یک دستو سنگ داشته است، سنگ دستاست، یک طبقه که دیگه داشته طبقه چوبی، یک مسواک چوبی، یک نعلی نو داشته است. همین سه چیز دیگر هم الوه کرده است، خوش کرده است. خدا رحمت کنه شیخ عطا قصه میکنه، قصه همین ازدواج بیبی فاطمه زهرا را میگه سری مردان عالم مصطفی بود، ببین تا در ره دنیا کجا بود، چه اندر راه درویشی سر افراخت، قبای مسکنت را در بر انداخت. سری مردای عالم رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اما تو تماشا کن که چی نوع زندگی میکرده و فرزندا چی معامله داشته، چی طریق مراسم و مجلس های فرزندای خچه گذرونده است. اسامه گفت سید داد فرمان که ابوبکر و عمر را پیش من کن. حضرت اسامه ابن زید حب رسول الله صلی الله علیه و سلم. حب یعنی که دوست داشته، محب کسی را که دوست می‌داری کو ما عادت کردیم لوبیمچیک میگیم، الان لوبیمچیک. حضرت اسامه را حب ابن حب میگفتن، لوبیمچیکی بچه لوبیمچیک. اسامه فرزند زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه. همون زید ابن حارثه که غلام بیبی خدیجه مادرمان بوده و پیغمبر هدیهش کرد، حضرت گرفت آزادش کرد، فرزندش خواند. تا زمانی که خدای تعالی فرزند خواندگی را منع نکرد او را زید ابن محمد میگفتن. اما وقتی که خدای تعالی منع کرد یا فرزند خواندگی و مقصد کسی را که از نسب خودت نیسته و به نام پدرش گفتنش زید ابن حارثه. بسیار دوستش می‌داشت، او حب بود، لوبیمچیک بود. انا اگم اسامه بچه‌شم حب، اینا دیگه صحابه میگفتن حب ابن حب. همین خیلی حضرت دوست می‌داشت است اسامه را که در بعضی کارا اسامه را میانجیگر می‌کرد یا پس ردیک. خب برای حضرت غضب نمی‌کرد، بالایی خشمش نمی‌گرفت. هر گپی که بود آورده رسونده میتونست. بله. در زمان خلافت حضرت عمر وقتی که فرس فتح میشود کلا و متاع بسیار میارن، این حضرت پیشکه میکنه، مردم در تقسیم میکنه، میته همه را. بعد با کسایی که کلان سال و مقصد مرتبه و منزلت بالا داشتن زیادتر میته. اطرافی پیامبر کسایی که حضرت صلی الله علیه و سلم در نزدیک بودن اونا در 4000 درهمی داده است. 4000 درهمی. او کسایی که با مقصد سین سالشو کلان بوده حلقه دیم بدن اونا دا 3000 او جوانو دا 2000 هم خیلی تقسیم میکنن میتا. و پسر خودش عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما 2000 داد، با اسامه ابن زید 4000. این دماغش سوخت عبدالله را. او پدر چی میتری کردی اوگی تو دول خدا؟ اوگی ما با سال ما اسامه کلونم، با علم ما کلونم، او بچه فرزندی خلیفه مسلمانم او خی یو مرم 4000 بته یا که اورم 2000 بته. هیچ خیلی او خود برابری من میگیره، مثل همون بزرگا گرفته استای. گفت خاموش، گفت پدری وای پدری ترا بهتره یا خودش ایتره. تو میدونی که او حب ابن حب رسول الله صلی الله علیه و سلم. تخته با او قوش نکن، میگه سر به سر نشم. من هرگز با زید سر به سر نمیشم، تا هرگز میگه با اسامه سر به سر نشم. مرتبه او بلنده.
جوانی 18 ساله را پیامبر صلی الله علیه و سلم سرلشکر تعیین کرده است. در لشکری که در اون لشکر حضرت ابوبکر صدیق بود، حضرت عمر فاروق بود، آنها صحابه بزرگ مرتبه بدن، سرلشکر تعیینش کرده. دوستش می‌داشت. همین روایت هم اسامه میکنه. میگه یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمان داد، گفت ابوبکر صدیق عمر فاروق دعوت کرد رضی الله تعالی عنهما، اینو به حیث وزیر بودن در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. چه پیش آمد ابوبکر و عمر نیز، پیامبر خواند زهرا رو بدر نیز. بدو گفت تا جهازت هر چی داری، چنان خواهم که در پیش من آری. وقتی که اومدن حضرت بیبی فاطمه را صدا کرد، بچم گفت جهاز تا بگی بیا، اگر چی نوری چشمی ای دل افروز، به حیدر میکنم تسلیمت امروز. تا نوری ده دیده منی، اما دختر باید شوهر کنه. آخی من ترا در علی دادم،